سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازین. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن به سبب کودک نکردنش. این مرد حاجی است، نکاح کرده است، به طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم، به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر، یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن، این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد، اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خود با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی طلاق هم که کرده باشی خیر، باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی تر ندانیست، احترام اسلامی تر ندانیست. و زمانی که یک بار این بدبخت شده بود، باز مثال در بخت شما روی مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید، حالی او این است. 1 ساعت صحبتی که میخواستم در این ساعت به گوش شما رسونم، اگر خدای مهربان برای ما مهلت دهد، اگر خدای مهربان همه گره ها را از زبان ما کشاده بگرداند، عبادت باید خاص از برای خدا باشد. عبادت برای رضاگی الله سبحانه و تعالی باشد. چگونه که من در خطبه از سوره مبارکه بینه خواندم، مخلصین له الدین، اشاره به اون است که موضوع ما و شما و درس ما و شما هر یک عمل و هر یک نیت خاص برای پروردگار باشد. پس ما انشاءالله در دوام این صحبت ها از معنای اخلاص، از معنای مخلص آگاه می شویم و در این دوام از آیت های قرآن و حدیث های رسول اکرم آگاه می شویم که اگر عبادت های ما خاص برای پروردگار نباشد و فقط برای رضاگی پروردگار ما نباشد، آیا این عبادت های ما در پیشگاه خداوند چه قدر و چه منزلتی دارد؟ انشاءالله آگاه می شویم. برادران عزیز و گرامی،
پیش از آنی که من صحبت را آغاز نمایم میخواستم یک چند مصرع های خیلی پرمضمون و پرمعنی برادرمان که الحال در قید حیاتند با نام حضوری تلاوت نمایم و بعدا خدا خواهد موعظه را من برای شما آغاز می نمایم. و در حق آن برادرانی که امروز در این شهر کولاب خیلی آسیب و ضررهای زیادی دیدند که به همگان ما و شما شاید الکی گوش زد شده باشد، خداوند مشکلات های اون برادرای عزیزی که امروز از این آبی که به کوچه و خانه و مسجدهایی که داخل شدند و هر ضرر و زیانی که بالای این بندگان آمده است، خداوند اولا صبر را برای این بندگان نصیب بگردانی و همه آن ضررهایی که بالای این بندگان آمده است خدایا کفارت گناهی ایشان بگردانی و هر تلفات جانی که شده باشند خداوند روحشان شاد و تلفات های مالی که شده باشند در عوضش خداوند برای این بندگانت از مال دنیا نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. حیف از این عمر که به یاد خدا می گذرد، حیف از این عمر که به یاد خدا می گذرد که همه روز به صد جرم و خطا می گذرد. عمر هر آدمی گنج است که شرحش نتوان، حیف از این گنج که با یا و هوا می گذرد. روز آخر که خدا حاصل عمرت طلبد، اندر آن روز چی گویی که چه ها می گذرد. شیخ و ملا و یا مفتی و یا قاضی شهر، کاروباری همه با روی و ریا می گذرد. نیست پوشیده حضوری به خدا سری همه، نیست پوشیده حضوری به خدا سری همه. عالم است هرچی به خاطر همه را می گذرد. برادران عزیز و گرامی، کتابچه در دست دارم به نام حضور دیل که تخلص این بنده نیک خدا که این جناب به نام ملا نعمت الله است که من این با این داملا در سفرهایی که به ناحیه عینی داشتم که یکی از دهه های خیلی دوردست این ناحیه به نام درغ شریف بود، اونجا در با این داملا نعمت الله که اصلا میگوید خود زاده درغ است ولی الحال در مسجای نو زندگی میکند. خیلی آدم پیری خیردی هستند، بسیار آدم تبرکند و از روی مصرع های شعری ایشان ما با عقل و با ذکاوت و با دانش و با فرهنگ ایشان البته درو شناسایی پیدا میکنیم. خداوند این داملا را عمر دراز و تنی صحت و همیشه در خدمت دین و مسلمین خداوند نگهش دارد. برادران عزیز و گرامی، خیلی سخنهای بلند، خیلی نصیحتهای نیک
هر کس که نصیحت ز عزیزان نکند گوش، بسیار بخواید سر انگشت ندامت. برادران عزیز و گرامی، نصیحت هایی که ایشان کردند اگر ما با گوش دل، با گوش جان اگر توجه نداشته باشیم، بسیار بخواید سر انگشت ندامت. عاقبت برای ما و شما این پشیمانی ها میارد، ولی پشیمانی که بعداً به ذهن ما بیاید، به فهم ما بیاید، اون دیگر به جان ما و شما چیز نفع نمی رساند. حضرت می گفتند حیف از این عمر که به یاد خدا می گذرد، که همه روز به صد جرم و خطا می گذرد. برادران عزیز و گرامی، عمرم بسیار یک نعمت بالای است. حتی بینین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میفرمود لا یتمنى احدکم الموت، هیچ وقت شما مرگ را آرزو نکنید، هیچ وقت نگویید که خدایا عمر مرا کوتاه بگردان، خدایا همین عمر برای من لازم نیست، خدایا روزهای حیات مرا قطع بگردان. حتی پیامبر گفتند تمنای این گونه به سوی پروردگار جایز نیست، زیرا اما محسنا فلعله یزداد، زیرا اگر خداوند برای تو فعل خوب داده باشد، برای تو فهمش خوب داده باشد، تو روز به روز نیکیات زیاد شدن که گرفت، همون قدر محبوبیت تو در نزد پروردگار بالا شدن میگیرد، همون قدر قدر و قیمت و مرتبه تو در جنت جاودانی بالا رفتن میگیرد. لیکن حضرت گفتن حیف گفتن بر همون عمرهایی که اینقدر ارزش گران دارند، اینقدر نعمت نایابی هست، ولی به یاد خدا میگذرد که همه روز به صد جرم و خطا میگذرد. وقتی عمر و حیات و ساعتهایی که با جرم و با خطا گذشت، ما اگر به این گونه انسان حیفی تو هم گوییم، حق ما می رود، حق ما نمی رود. عمر هر آدمی گنج است که شرحش نتوان، حیف از این گنج که با یا و حوا می گذرد. روز آخر که خدا حاصل عمرت طلبد، اندر آن روز چی گویی که چی ها می گذرد. حضرت ما را بیدار کرده ایستاده است که مقصد پیش از آنه که خدای بزرگ شما را از این حیاتان می پرسد لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمر فیما افنا، پیش از آنه که ما را پروردگار می پرسد که این عمر چگونه فنا کردی، این عمر قطعی چگونه معامله کردی، پیش از آنه که تو مورد پرسش پروردگارت قرار گیری، تو به خود بیا و تو عقل و ذکاوت و فهمیش خودت را در کار درآر. ولی جناب میگوید شیخ و ملا و یا مفتی و یا قاضی شهر کاروباری همه با روی و ریا میگذرد. برادران عزیز، اگر سرکرده ها را جناب حضوری نامهاشون گرفته باشد، چه از شیخای ما، چه از ایشانهای ما، چه از مفتیهای ما، چه از قاضیهای ما، اگر جناب یادآور شده باشد که کاروباری همه با روی و ریا میگذرد، کار ایشان همه خودنمایی است، کار ایشان همه از خلوص، از اخلاص، از رضاگی پروردگار خالی باشد، این معنای عموم هم دارد. برادران عزیز و گرامی،
اگر این سرکرده ها را کارشان اگر خالی از رضاگی خدا باشد، این خیلی مصیبت. ولی وقتی که در عامه هم که این بیماری سرایت کرد، پس حال ما و شما در پیشگاه پروردگار خیلی تباه است. از پروردگار خواهان او هستیم که خداوند عبادتهای ما را از ریا و از شرک و از خودنمایی و از خودستایی خداوند خالی نگه دارد. امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب خود می گفت همه هلاک شدگانند مگر عالمان، همه مردمان هلاک شده هستند مگر عالمان، همه عالمان هلاک شده هستند مگر عاملان، همه عاملان هلاک شده هستند مگر مخلصان. برادران عزیز و گرامی، حضرت میگوید همه مردم هلاک شد مگر عالم ها هلاک نشدند. ببینید همه عالم ها هلاک شدند مگر عاملان هلاک نشدند. مراد از عاملان کیست؟ همون عالمانی که در علم داشته خود عمل میکنند. در دوام چی میگوید حضرت؟ همه عاملان هلاک شدند، یعنی هر کسی که امروز پایبند عمل است، عمل میکند، حرکت میکند، اطاعت میکند، عبادت میکند، هلاک شدن میگد. کدام؟ مگر مخلصان، مگر کسانی که عبادتشان خاص برای خدا باشد. مراد اگر عبادت ما خاص برای خدا نباشد، اگر عبادت ما خالی از یاد و از رضاگی خدا باشد، پس حضرت امام غزالی گفتند شما از جمله هلاک شدگانین. شما در این عبادت های خودتان هیچ نفع، هیچ فایده در پیشگاه پروردگار نمیبردارید. آیتی که من برای شما خواندم، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. برادران عزیز و گرامی، خداوند میفرماید ما امر نکردیم شما را ای بندگان مگر امر شدید شما فقط و فقط برای عبادت من. چگونه عبادت؟ الا لیعبدوا الله، من شما را مراد آفریدم، من شما را از یک دنیای نیستی به دنیای هستی آوردم تا که مرا عبادت کنید. برادران عزیز و گرامی، خداوند در سوره زاریات هم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میگوید ما عالم جن آفریدیم، ما عالم انسان آفریدیم. برای چی؟ لیعبدون، تا که مرا عبادت کنند. یعنی ما برای بندگی پروردگار آفریده شدیم. قرطبی در تفسیر خود در زیر این سوره، این آیت از سوره زاریات که و فی انفسکم افلا تبصرون، ای انسان در نفس خود نظر کن، پروردگار میگوید هزارها دستگاه ها را من در وجود تو آفریدم. هزارها دستگاه ها. در زیر همین آیت
امام قرطبی میگفت من تفکر، هر انسانی که فکر کند، یک تفکر کند، یک اندیشه کند، انه خلق للعباده، هم تا خودش میگه با چشم خرد نگاه کند، با عقل کامل نگاه کند، یقین میداند که وی برای عبادت پروردگار آفریده شده است. یا ابن آدم انما خلقتک للعباده فلا تلعب. خدا در حدیث های قدسی هم می آید ای فرزند آدم، من تو را برای عبادت خودم آفریدم، تو عمرت به بازی نگردان، عمرت به بازی نگذران. پس ما فهمیدیم که ما برای عبادت خدا هستیم و عبادت برادران عزیز در 300 جای قرآن و حدیث های صریح از پیامبر گرامی فقط عبادت خاصه خدا باشد. انسان عبادت چی معنی دارد؟ عبادت بندگی، پرستش. انا همون بندگی و پرستش باید خاص پروردگار باشد. کسی در عبادت پروردگار شریک نباشد و عبادت فقط برای رضاگی خدا باشد، برای داناندن کسی نباشد، کسی را در عبادت خود شریک کردن نباشد یا در عبادت کردن خود یگان میل و یا خواهش نداشته باشد. حتی برادرای عزیز در زیر تفسیر همین سوره بینه مفسران میگویند که اگر انسان خداوند عبادت کند، پرستش کند، برای چی؟ برای که مرا ثواب تید، برای مرا ثواب تید یا از عذابش مرا نجات دهد، مفسران میگن تو غلط کردی. زیرا اگر تو خدا را عبادت کنی که تو را ثواب تید و از عذابش دور کند، پس خدای تو همون ثواب و همون عقاب است. تو فقط عبادت را نه برای به دست آوردن ثواب، نه از عذاب دور شدن، فقط برای محمد عمر سربازی در کتاب شمشیر بران خود میگوید به 3 قسم تقسیم می شود: عبادت قولی، عبادت فعلی، عبادت مالی. چگونه که در شب قدر این 3 عبادت اقرار شده بودند: التحیات لله و الصلوات و الطیبات. برادران عزیز و گرامی، التحیات لله و الصلوات و الطیبات، این عباره زیبا دلالت بر این دارد که عبادت به 3 قسم تقسیم می شود: یکی قولی با زبان، یکی فعلی با جسم، دیگر مالی که با صرف مال. و هر 3 این عبادت هم ببینه که التحیات لله و الصلوات و الطیبات. ببینین حتی اقرار بر همین است. ما اقرار میشویم که پروردگارا ما را عبادت زبانی مان، چگونه که یادی تو را میکنیم، عبادت بدنی مان، چگونه که همیشه در عبادت تو در خواندن نماز عبادت های بدنی مان و همچنان در صرف کردن مال هامان لله ما از برای تو بخشیدیم، ما اقرار داریم. در سوره بقره خداوند به پیغمبر گفت: قل ان صلاتي و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. برادرای عزیز و گرامی،
خداوند به پیامبرش بگفت قل بگو ای محمد این صلات نماز من، یعنی همه انواع نماز، چه 5 وقت نماز باشد، چه نماز تهجد باشد، چه شکر وضو باشد، هر نماز که نباشد، بگو نماز من و نسوکی و ذبیحه من، قربانی من، و محیای و مماتی، زندگی من، مرگ من، لله رب العالمین، خاص برای پروردگار است، خاص برای پروردگار است، لا شریک له، همان پروردگاری که هیچ شریک ندارد. و بذالک امرت، و بگو ای پیامبر من خداوند را برای خالص عبادت کردن امر شدم، یعنی من موظف هستم، من وظیفه‌دار هستم و همچنان سپارش از جانب خدا بر من این است که نماز من، ذبیحه من، حیات ممات من باید از برای پروردگارم باشد. برادرای عزیز و گرامی، وقتی پیامبر که و بذالک امرتو، وقتی پیامبر که با این امر شده باشد، پس ما هم با همین امر شده ایم که ما نیز پروردگار مانه خاص برای رضایتش پرستش کنیم، بندگی کنیم. بعد در عبادتهای ما و شما برادرای عزیز یگان غرض، یگان خودنمایی، یگان نیتی ناخوب وجود نداشته باشد. زیرا وقتی اگر شما در عبادت هاتون میده ترین اگر چیزی را شریک آوردین، پس شما از او عبادت دست شوید که وای در پیشگاه خداوند هیچ قدر و قیمتی نداره. ببینید پیامبر اعلام کرد یا ایها الناس، مردم اخلصوا اعمالکم، عملاتون خالص گردانید. ببینید خالص گردانید، خالی گردانید. فإن الله تبارک و تعالی، زیرا پیامبر میگوید زیرا اینکه خدای بزرگ، خدای توانا، لا یقبل من الاعمال الا ما خلص له، زیرا پروردگار قبول نمیگرداند عملی را که اگر خاص برای او نباشد. هر یک عبادتی که خاص برای او نباشد پس و هیچ قدر و قیمت و قبولیت در پیش خدا نداشته است. ما یک حدیث مشهوره که در تمام کتاب احادیث وقتی ورق اول میکشاییم میخوانیم با حدیثی که از ابی هریره روایت میشود انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ منهما نوى فمن كانت هجرته الى الله والرسول فهجرته الى الله والرسول ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. پیامبر گرامی گفتند به درستی این که عمل وابسته به نیت است. برادرای عزیز و گرامی، عمل وابسته به نیت است. وقتی یک عملی را که شما میخواین انجام دهید، یک عمل شرعی، یک عملی که سفارش پروردگار است، وقتی میخواین که وی انجام دهین، در او نیت نیکی شما و در او رضاگی خداوند شرط و ضرور است. ببینید زمانی که پیامبر گرامی از مکه مکرمه صحابه های پیامبر وقتی هجرت میکردن به سوی مدینه، پیامبر چیشان گفت؟ گفت فمن كانت هجرته الى الله والرسول فهجرته الى الله والرسول. کسی امروز به خاطر خدا و رسول خانه و در خود ترک میسازد، از زن و فرزند خود پشت میگرداند، به سوی مدینه به سفارش پروردگارش میرود،
اینها پس هجرت کردند از برای خدا و رسول. و اگر ای مردم شما هجرت کنین به خاطر آنه که در مدینه صاحب مبلغ و پول شوین، یصیبها، شما را همون نیتتان خدا میتید. یعنی شما نیتی هجرتی به سوی خدا و رسول نه، بلکه به سوی دنیا دارین، خدا از دنیا میتتان. او امرأت ینکحها، یا اگر شما گفت سفر کنین، هجرت کنین، وطن تان ترک سازین و مدینه روین به خاطر که در مدینه زنهای زیبا هست، شما اونها را نکاح کده گیرین، شما را خدا موافق همین نیتان جزا میتید که شما نیتی زن گرفتن دارید. پس پیامبر گفت فهجرتو الی ما هاجر الیه، هجرت کنید. گفت هر کدامت که با کدام نیتی که هجرت میکنید خداوند موافق نیتان شما را پاداش میتید. پس برادران عزیز و گرامی، از این معلومات ها، از این آیات های قرآن، از این حدیث های رسول اکرم برمی آید که هر یک عملی که ما میکنیم باید که وای خالی از ریا و خالی از هر چیزی باشد. هر چیزی در ذهن تو است از او خالی باشد. فقط در ذهن تو رضاگی خدا باشد. فقط در ذهن تو خاص برای پروردگار باشد. در احیاء العلوم غزالی حکایه میارد که مرد میگوید به پیش تپه های ازرق میگذشت، تپه های کلان کلان ازرق، و در خود همون گذرگاه همین انسان مردم میگد حیات به سر میبردن که بسیار فقیر بودند، بسیار نادار و بی شرایط بودند. بعدا این مرد میگوید در نیت خود گذرانید که پروردگارا اگر همین تپه ها، همین تل های ریگ اگر طعام می شدن، هر آینه این را من در همین مردمی بی شرایط و همین مردمی که خیلی در حالت فقر گرفتارم به اینها تقسیم میکردم. میگوید با پیامبر همون زمانه گفته شد که با فلانه برسان که خداوند برای این نیت، یک حسن نیت، یک نیتی نیکی که تو در برابر این بندگان خدا کردی، خداوند در نامه اعمال تو ثواب همین قدر طعام در راه خدا خیر کردن نویسان. یعنی انسان با نیتی نیکی که در دل خود میگذراند، زین خاطر است که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر است از عملش. اگرچند در نیت خود یک نیت خاص از برای پروردگار نیت میکند، ولی اگر در همون نیت خود مشرف هم که نشود، خداوند موافق همون نیت برای او بنده خود چه ثوابش را نصیب میکند، رضاگی خودش را اعلان میکند. یحیی ابن معاذ میگوید از عمل عیب را جدا کردن معنای ای را دارد که عمل خاص از برای خدا می شود. یعنی در هر یک عملی که ما اگر خاص برای خدا نکرده باشیم یا برای رضاگی خدا نکرده باشیم، این عمل ما عیب دارد. و حضرت یحیی ابن معاذ میگوید این عیب را از این عمل جدا کردن مانند این است شیری که در خون و در سرگین آلوده است. یعنی اگر ما نماز به خاطر یگان خودنمایی یا جمعه آمدن به خاطر داناندن یا در این آمدن ما یگان مقصدی غرضناک داشته باشیم، پس این عبادت ما با خون و با همون سرگینه ها آلوده هستند. یعنی این عمل ما عمل پاک و تازه که
از او ما بندگی ما را افاده کند یا قدر ما را بلند کند، این از جمله اون عملها نیست. میگوید خداوند اگر بنده را بد ببیند با او 3 چیز میدهد ولی 3 چیز دیگر را میگیرد. کدام بنده را که پروردگار اگر بد ببیند 3 چیز برای او میدهد و 3 چیز دیگر را میگیرد. یکم، برای او صحبت صالحان نصیب میگرداند ولی قبولش را از او میبردارد. برادرای عزیز، صحبت صالحا هم بسیار نعمت گرانه، بسیار نعمت قیمته. زگرد دامنی پاکان شوی پاک، دکان صابونت اینجا مجوزاک. صحبت صالحان، نشست مجلس های خیر، این چی است؟ این میگوید مثالی در یک دکان صابون فروشی، چگونه که صابون کمبود و چرک بدن ما را دور میکند، صحبت صالحان این گناه های ما و شما را شسته نابود میکند. ولی امروز بسیاری بنده های خدا از صحبت صالحان بسیار دور هستیم. هر جایی که پند و نصیحت است ما و شما خیلی و خیلی گریزان هستیم. ما و شما کم ذوق داریم، کم شوق داریم. امروز الحمدلله که این شرایط هایی که خدا برای ما و شما داده است که هر یک خاندان میتواند که در هر یک معرکه خود پند و نصیحت آراسته کند، ولی افسوس که امروز ما و شما یا ذوقی نداریم یا با میده ترین بعضی همین پیشنهاد و سخنهایی که از جانب خواه فرزندمان میشود، خواه زنمان میشود، خواه یگان با فشار دهنده دیگر در بالای سرمان داریم، از اون میشود در ما از کار خیر پشت نگردانیم، میترسیم. حالا که ما امروز قانون داریم، ما امروز حق داریم که من وقتی بچه من خاندار میکنم، دختر من خاندار میکنم، صحبت یا برای دعا دادن فرزندای خود هر کسی را از اهل علم میخواهم میارم در حق فرزند من دعا میکند، برای فرزند من پند و نصیحت میکند، ولی از این نعمت ما و شما امروز دوریم. آنچه از بالامان نابسته نمیدانم در او سوخاز و کلخاز یا شر کی است که مثال شما را یک آنچه یک قوق شبه دازد، آنقدر مؤمن های بی غیرتی هستیم که دیگر میگیم برادر عزیز میلش چیزی شما گوین ما همین خانه ما، زنی ما، بچه ما، دختری ما، همش ای تو بگیر، چیزی میخوای تو کردم بگیر. حالا که الله ذات غیور است، غیورا را دوست می‌دارد. ما کوشش کنیم رضاگی پروردگار را دریابیم. خداوند هر بنده را بد می‌دیده، 3 چیز می‌داده، 3 چیز را می‌گرفته است. صحبت صالحا را نصیبت میگرداند، این خدا دادی است، ولی قبول او را از تو میبردارد، این بد دیدن خدا نسبت توست که تو از او هیچ بهره نمیگیری. مثل که بسیاری صحبت هایی که ما در همین جمع در هر یک مسئله هایی که میگوییم، بسیاری از برادرای ما و شما گویا که همین 1 ساعت در همین جد مجبور است که باید ایستد، دیگر برای او برداشت این مجلس، این صحبت ها گویا که نادرکار باشد. دویم خداوند برای
تو حکمت میدید، علم میدید، ولی صدقش میبردارد. سیوم خداوند برای تو توفیق عمل کردن صالح رو میدهد، ولی در همون عمل صالح، در اجرا کردن عمل صالح تو رضاگی خدا را در جستجو نداری. یعنی عبادت خالص از برای خدا نیست. عمل صالح انجام یابد، مثل نماز میخوانی ولی نه از برای خدا، روزه را میگیری نه از برای خدا، زکات میتی نه از برای خدا. پس این معنای چی را دارد؟ معنای را دارد که خداوند تو را بد میبیند. ببینید سوره هجر، برادرای عزیز و گرامی، خداوند خبر می‌دهد فاخرج منها فانک رجیم. پروردگار به شیطان گفت، فاخرج منها، گفت بیرون شو. منها زمیر یا آسمان است یا بهشت است یا همون مقامی که شیطان در همونجا بود. خدا گفت از همین مقام دور شو. گفت تو ملعونی، تو مردودی، تو مرجومی، بیرون شو. گفت از اینجا فاخرج منها فانک رجیم و ان علیک اللعنة الی یوم الدین. خداوند گفت لعنت من گفت به تو باد ای شیطان تا روز قیامت. بیرون شو. گفت قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. و شیطان چی گفت؟ گفت پروردگارا اکو از این مقام و منزلتون پیشم کردی، لعنت بالای من گذاشتید تا روز قیامت. خدایا خواهشم همین است که مرا مهلت ته تا روز قیامت. مهلتم ته. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. خدا گفت تو تا روز قیامت مهلت داده شده ای، تو تا روز قیامت وجود داری. گفت مهلتش داد الی یوم الوقت المعلوم، تا آن زمانی که وقتش معلوم نزد خدا هست. قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. و شیطان چی گفت؟ گفت پروردگارا اکو مرا از پشت همی فرزند آدم که از این مقام و منزلتم پیشم کردی، اکن قسم به عزتت که من گناه را در نفس آدم، در چشم آدم چنان زینت می بخشم که وی پایبند من می شود و همه این فرزند آدم را لاغوینهم اجمعین، همش گمراه میکنم. برادرای عزیز و گرامی، شیخ سعدی می گفت فغان از بدی ها که در نفس ماست، که ترسم که شود زن ابلیس راست. فغان از بدی ها که در نفس ماست، که ترسم زن ابلیس شود راست. می ترسم به سوی پروردگار که همین گمانی که شیطان کرد که همه فرزند آدم در اغوا می اندازم، گمراه میکنم، مبادای گمانش راست نبراید. الا عبادک منهم المخلصین. لیکن ببین شیطان چی گفت؟ مگر گو من گمراه کردن نمیتوانم، در اغوا انداختن نمیتوانم کی را؟ آن بندگانی را که عبادتشان خاص برای رازیگی تو باشد. ببینید گمان شیطان، قسم شیطان که من گناه را امروز در چشمشان زینت میبخشم، نفس هاشان مایل به سوی گناه کردن میکنم، ولی الا عبادک منهم المخلصین. یک شیطان گفت مگر همون بندگانی را که خاص برای تو عبادت میکنن، اونها را هیچ وقت من گمراه کردن نمیتونم.
منهم المخلصین. قال هذا صراط علی مستقیم. پروردگار گفت همین از گفت آن راه درسته که باید بندگان من اختیار کنند. مقصد همین راهی که عبادت چون خاص برای پروردگار باشند، همین راه را انتخاب کنند، اینها از اغوای تو و از گمراه کردن تو نجات میابند. حتی در دوامش خداوند گفت الا عباد لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. خداوند گفت هیچ وقت تو بالای بندگانی که اونها خاص برای پروردگار عبادت میکنند، هیچ وقت تو بالای اونها تسلط پیدا کردن نمیتونی، تو بالای اونها رهبری کردن نمیتونی وقتی اگر عبادت چون خاص از برای پروردگار باشه. برادرای عزیز و گرامی، حتی که در موعظه کردن، حتی در پند و نصیحت کردن، اگر خاص برای خدا نباشد، حتی همین پند و نصیحت، همین امر معروف نتیجه نمیبخشد. اگر همین میکروفون که امروز در دست من است و همین میکروفون در دست امروز هزارها برادران ما و شما هستند، اگر همین میکروفون و همون گفته های ایشان خاص برای خدا نباشد، گفته های ایشان 1 ساعت نه 10 ساعت که گویند نتیجه نمیبخشد، هیچ نفع نمیارد، هیچ فایده نمیبخشد. تا اگر خود واعظ، خود گوینده خالص از برای خدا اگر به گوش مردم نرساند، از دست یک کسی هدایت نمییابد. ابولیث سمرقندی میگفت برای موعظه کردن، برای کسی که این میکروفون میدارد یا در بین مردم میخواهد که موعظه کند، 5 چیز ضروری است. تا اگر همین 5 چیز نداشته باشد، او حق موعظه در بین بنده های خدا ندارد. میگفت ابولیث سمرقندی در کتاب تنبیه الغافلین خود میگه اینا چی است؟ یکم میگه عالم باشد، یکم کسی که به مردم باید پند و نصیحت کند، سخن خدا را رساند، از منکرات شرعی اونها را آگاه کند، خود عالم باشد. پس معلوم است که آدمی که جاهل باشد، نادان باشد، وای دیگر در رسانیدن خیلی کندی ها میکند، خیلی نارسایی ها دارد. دوم چیزی که برای واعظ لازم بوده است، ابولیث سمرقندی میگوید این که ملایم صحبت کند، هیچ وقت در صحبتهای خود درشتی را راه نتید. زیرا خداوند در قرآن در سوره زنبور ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه میگوید. دوم ملایم و نرم به گوش مردم سخن خدا را رساند، در صحبتهای خود حقارت و تحقیر و ملامت و مذمت راه نتید. سیوم حضرت میگوید صابر باشد، یعنی در همین راه صبر کننده باشد. چهارم آن چیزی را که به گوش مردم میگوید خود عمل کننده باشد. برادرای عزیز، خود عمل کننده باشد. پنجم دعوتی که میکند خاص برای رضاگی خدا و عزت یافتن دین باشد. اگر همین 5 چیز ابولیث سمرقندی میگوید در هر کدام شما وجود داشته باشد، به مردم پند و نصیحت کنید، مردم را راهنمایی کنید، در هدایت مردم سبب شوید. ببینید یکی از همین علامت هایی که برای واعظ لازم است چی بوده است؟ خاص موعظه برای خدا و برای عزت یافتن دین باشد. قصه میارن در کتاب برادرای عزیز که در کتاب حتی ابولیث سمرقندی هم همین تنبیه الغافلین ده حضرت یادآور می شود. میگه از زمانی بود مردم یک درخت را پرستش میکردند.
یعنی از همون درخت کمک طلب میکردن، از همون درخت یاردم طلب میکردن. خدا را شکر که امروز خیلی در مردم ما و شما این پرستش ها کم شدگیان. مزارای لطه‌بند گفتم میرفتیم، هر یک لطه غذا را بستگی بودیم که از لطه های زیادی ما و شما همون درخت ها هم ای ذکر ماندن، همون هم قاق شدن، نابود شدن. حاضر الحمدلله که گمان بنده همین است که خیلی مردم آگاه شدند که ایاک نعبد و ایاک نستعین را برای خود اعلان کردند که پروردگارا من خاص تو را عبادت میکنم و هرگاه که اگر حاجتم غلطید، هرگاهی که مشکلاتم آمد، ایاک نستعین، فقط از تو کمک طلب میکنم، دیگر به کسی مراجعت نمیکنم. بهترین عقیده. مردم در گرد همین درخت عبادت میکردند، دعا طلب میکردند، پرستش میکردند. بناگاه در همون محله یک مرد با غیرتی بوده است که بسیار موحد بوده است، بسیار آدم با خدا راست بوده است. بعدا میگن آواز آمد که حضرت آخی تو در این خانه در آمدی و جای نماز پرتافته شب و روز در عبادتی درخت داری که مردم همه درخت پرستش میکنند، اینا برای خود معبود درخت اعلان کردند. آخی عیشا خود درخت همون فقط گویم آب کردن نوشیده و شفا گفته گشتند. و جمع که گفت این جای نماز سر رو، گفت در راه خدا خدمت کو. گو همچنان است، گو همچنان. میگه تبر گرفت و برآمد، تبر گرفت برآمد برای نابود کردن این درخت تا که مردم در زیر این گمراه نشوند، رو به سوی خدا بیارند. میگه در اثنای راه رسید که البته شیطان خودش در همه صورت میدرارد و اون مردم هم در گرد درخت شیطان البته گمراه کرده بود. میگه پیش راهش گرفت، گفت کجا میره بنده خدا؟ تو میدانی تو فخر همین محله ای؟ تو میدانی که هزارها آدم تو را زیارت میان؟ تو چی قدر استاد بزرگی، تو شیخ معتبری، هزارها آدم در پیش تو تعظیم و احترام دارند. تو میگردی پیم یک گروهی گمراه شده و پیم یک درخت. رو گو در خانت عبادت کردن بگیر. گو نه، گفت اینم عبادت است. گفت این مردم از این گمراهی نجات دادنم عبادت است. این درخت را از بخری شکر کردنم اینم عبادت است. دید که بسیار شیطان دید که این آدم قوی اراده است و همه گویم خواهشاتش و همه گویم نیتش خاص برای خدا هست. بعدن گفت شیطان گفت دید که نمیشود، در چهرهش گفت نگاه میکند که بسیار ریزاگی خدا هست، میان مستحکم برای راه خدا بستگی است. گفت با من گو گوشتین میگیری، منم مغلوب میکنی. بعدن گو نه مردم میدانه و درخت. تبر میگه گذاشت در راه خدا که بود، نیت که خاص از برای خدا بود، میگه داشت میگه از کشتن شیطان گویا که یک گودکی را میگه تاب میداد، زد در زمین. شیطان دید که بسیار قوت بزرگی است برای که او را خدا برای او نصرت داده بود. درو چی گفت؟ درو گفت ای مرد خدا، گفت بیا یک مصلحت کنیم. دید که زورش نمیرسه، بیا یک مصلحت میکنیم. مصلحت همین که تو یک آدمی گفت پایبند عبادتی، برای تو هم ریسک روزی در کار، برای تو هم 4 تنگه در کار. بیا گفت خانه که دبره خواب کن، هر سحر همین 3 تنگه از من از زیر بالیشت بردار، 3 تنگه را گرفتم بگیر. چید میفاره؟ گفت دیگه میگردی گفت گردی همینا خود غم داده. گفت رو گفت خانه ده خواب کن. ببینیم با پیامبر گفتن این لکل امت فتنه و فتنه امتی المال. هر امتی را خداوند سنجش میکند، ولی سنجش امتی من با پول است، با مال است.
با مال پروردگار ما را سنجش میکنند. امروز بید دینهای بیگانه را ببینید، با 4 تنگه زردشتی تان میکنند، با 4 تنگه نصرانی تان دارند. خب با 4 تنگه گویم از دین تان برآورده استند تان، همش به واسطه پول است. بعدن این مرده که عابد گویم فریفته شد و گفت میلش این فکری نست. آمد میگه در خانه کش غلطید خواب کرد، سحر میخیزه 3 تنگه تکسریش ده گریب. گفت این خیلی کاری خوب. روز دوم هم همچنان، روز سوم تکسری را میبردارد. این چی نیست؟ میگه دین ما را فریب داد. میگه تور را میگیره و میبراید. میگه که در راه شیطان رو برو شد. کجا؟ اما درخت کنده میکنم. اکو این دفعه شو بینه که به خاطری سوم بود. اون دفعه اول به خاطر خدا بود، نجات بینه، نصرت بینه، قدر بینه. ولی دویم که به خاطر که نارسایی پول بود، با شیطان گفت تور تا او طرف. ما گفت قطعی من گفت سر به سر شد. بعدا گفت تو میدانی همون مردم. این دفعه در دست شیطان مثل کودک همین شیخ بازی میکرد. تا داد میگه زد شیخ در زمین. گفتی بچه ها شیخ ای خنده رسوز چی دیگه؟ تمام دیگه. دید که هیچ قوتش نمیرسد. بعدا شیطان گفت پس بگرد. گفت به خانت برو. تو گو نیت تبدیل یافت. تو همون دفعه نیت کرده بودی که خاص برای خدا تو نجات میافتی. اگه این دفعه گفت تو دیگر نجات نمیافتی. برای من اگر از راهت نمیگردی هلاکت میکنم. برادرای عزیز و گرامی، همه وقت نیت اعتبار است. همه وقت خاص عبادت به خاطر خدا باشد. ما انشاءالله نجات میابیم. یک حدیثی را که در نسائی و ماجه خوانده بودم برای شما اینا میخوانیم، به همین دعا میکنیم. من اتا فراشه و هو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل. میگه یک مرد شب خفته نخواند و بعد آمد میگه نزد جایگاه خوابش آمد و در جایگاه که خوابش در آمد و بعد از آن ان ینوی یقوم و یصلی من اللیل، سرش در تکسریش ماند و گفت انشاءالله گفت ساعت 2 یا 3 شب میخیزم نماز تهجد من میخوانم. ساعت 10 بود 11 بود که سرکش ماند و نیتش ساعت 2 یا 3 شب در خیسته نماز تهجد خواندن بود. فغلبته عیناه حتی اصبح. میگه وقتی همون سرشکیمان چنان خواب غلبش کرد که یک زمان چشمش میکشاید که صبح دمیده. پیامبر گرامی چی گفتن برای کتب له ما نوا و کان نومه صدقه. برادرای عزیز، نیت ببینین. میخیزم شب نماز تهجد میخوانم، خواب بخیزه سحر بامدادم گذشته، صبح دمیده است. پیامبر گرامی گفت که کتب له ما نوا. ای بنده خدا غمگین نباش، تو که در اول شب نیتت خواندن نماز تهجد بود، خداوند ثواب همون نماز تهجد در نامه اعمالت نویساند. اگر چنده که خواب تو را غلبه کرد. و در دوام پیامبر گفتن که و کان نومه صدقه علیه من ربی. و این ساعتایی که تو خواب کردی که نیتی نیک داشتی، خداوند در هر یک دقیقه او در نامه اعمال تو نویسان که تو از جمله آدمان صدقه کننده در راه خدا هستی. نیت و رضاگی پروردگار و نیت را خاص به سوی خدا گردانیدن چه نتیجه های خوبی دارد. خدا خواهد انشاءالله من این صحبت که خیلی صحبت عالی طولانی است، صحبت های خوبی هست، آیت های قرآن در این باب خیلی زیادن،
حدیث های پیامبر اینقدر برای شما میگویم دادرای عزیز، وقتی به سوی جمعه می آیین یا به سوی طهارت کردن می روین یا به سوی نماز خواندن یا هر عبادتی نباشد، فقط در دلتان رضاگی خداوند یاد کنید. فقط گوین چگونه ای که خداوند به پیغمبرش امر کرد قل ان صلاتي و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همیشه همین نیت ما و شما در دل ها ما کنیم، خدا خواهد عملهای ما و شما در پیشگاه خدا قبول میشد. و الا قسم به نام خدا، من در سوره چی بود خوانده بودم همین سحر، یک آیتی در روبرو شدم از سوره فرقان بود، از آیت 23 که خداوند گفته بود است که و ما و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شما اگر عمل کنین و در او رضاگی مرا شما در نیابین، خالص از برای من نگردانین، هباء منثورا، گو همون چنگ که را در کوچه میبینین، خاکی که در آسمان میخیزد، عملهاتون هم مثل همون خاکبات میگردانم، هیچ کدامش قبول نمیکنم. ببینین هباء منثورا، نماز بخوان، تهجد بخوان، روزه بگیر، ولی اگر خاص برای خدا نباشد مثل همون خاکی که در کوچه یک باد میشود نابود میشود، خدا گو عملهاتون هم مثل همون میگردانم و در نزد من هیچ قدر قیمت پیدا نمیکنه. رب صائم لیس له من صیام الا الجوع و رب قائم لیس له من قیام الا السحر. پیغمبر ببینید نگاه، بسیاری از روزدارای هستند که بغیر گرسنگی و تشنگی به آنها چیزی نمیرسد. مراد ریاکارا، مراد خودنمایا، مراد داناندن مردم که من روزدارم.